درباره امیشیری که میگه دل به دست آور که حج اکبر است از هزاران کعبه معاذ الله دیگه اوشت نمیگویم. دوستای خدا هم یک مقاله دارن میگن می بخور مصحف بسوز و آتش اندر کعبه زن، ساکنی بتخانه باش و مردم آزاری مکن، 100 مسجد و 100 مدرسه آباد کنی، 100 بنده به زر خریده آزاد کنی، 100 روز روزه گیری و شب به نماز، زان به نبود که یک دل شاد کنی. یک دل شاد کردن خیلی ثوابی بزرگ داره. عزیزای خدا میگن دل به دست آر که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیادی خلیلی آزر است، دل نظرگاهی جلیلی اکبر است. یعنی دل شاد کردن، یک انسان خرسند کردن خیلی ثوابی بزرگ داره، اما تحقیر و آزار دادن، غمگین کردن هم خیلی گناهش بزرگ است. برادر عزیز که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. دلگذرگاهی جلیلی اکبر است، کعبه بنیادی خلیلی آزر است. شیر کفری است، هرگز از هزاران کعبه یک دل بهتر نیست. یک نفر چطوری است هزاران کعبه بهتر باشه؟ کعبه خانه الله متعال است، و رکن اساسی اسلام حج است. دل دادن رکن اساسی اسلام نیست. رکنی که در اسلام 5 رکن داره، یک رکن اساسیش حج است که انسانی که توانایی داره حج برد. پس چطور شده میتونه که زکات و صدقه را، او زکات و صدقه در جای خود است، حج در جای خود است. هرگز جای حج دل دادن اینها نمیگره که یک نفر بره یک برجات به یک نفر کمک کنه یا یک کیلو گوشت به یک نفر کمک کنه و جای حج بگیره. نه، حج فرض الله متعال است، رکن اسلام است. هرگز این شیرا را تعقیب نکنین و در زبانتان هم نبرین. بعضی شیرای کفری است، در الفاظای کفری یاد میخوره. انسان به زبان خود بعضی الفاظها را میگه که معاذ الله کافر میشه. کوشش بکنین که اصلا درست نیست که کسی از شیرای مولانا و حافظ خودش بیدین بود و بدبخت. سالا در مسجد و مدارس حافظ شیرازی و خودش یک بچه باز و دختر باز بود، شرابخور بود. همیشه در حافظ ببین، خوج حافظ نوشته است که می و ساقی و شراب و نمیدانم خال و لب و فلان و فلان، بیخی معاذ الله مردم طرف عاشقی و شراب و می میبرن. خب اگر این بدبخت اگر مسلمان بوده باشه، اگر هدفش الله و رسول بوده باشه، شراب و ساقی و اینا، این خود کافر شده کیست. اما همزمان با مشیر خود این مرتد شده که الله سبحانه و تعالی را بگیره معاذ الله با شراب تشبیه بکنه، رسول الله را بگیره با ساقی تشبیه کنه یا امثال هم کار کنه. اصلا درست نیست. کسی حافظ و مولانا خودش مرید شمس تبریزی بود. یک شعرش میگه شمس من و خدای من. معاذ الله با الله یک خدای دیگه یک جای میکنه، میگه شمس دیگه خدای من است. معنیش همیست. خود به زبان فارسی شعر گفته، به زبان اردو خود نگفته، فارسی گفته شمس من و خدای من، یعنی یک سو شمس است، یک سو خدای من است. پس شعرها را بسیار متوجه باشین که شعرهای را گوش بکنین که او معنی و مفهوم داره، که معاذ الله ناقص کننده اسلام نباشه، اسلامتون از بین نبره. و خواهش ما است که از چنین شعرها خودداری بکنین. شعر زمان درست است، شعرهای جهادی باشه، شعرهای حماسه‌ای باشه، شعرهای باشه که قهرمان ساز باشه، نه شعرهایی که فقط و فقط اینمی مردم به طرف عاشقی و محبت و اینمی کارهای دنیوی رجوع بکنه. شعر باشه که انسان فقط و فقط محبت جهاد، محبت قتال در قلبش بندازن. نه این شعرهایی که امروز انداخته که میگه شمس من و خدای منوش، میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را، اوش میگه که از هزاران کعبه معاذ الله چی شده چی نشده. درست نیست. الله سبحانه و تعالی رحم بکند. بسیار متوجه باشین که بسیاری این شاعرها کلش مرتد شده گیستند به بعضی شعرشان، خصوصا مولانا، حافظ، شمس تبریزی. اینا بسیار اینا اصلا صوفی بودن. اینا غیر عشق عاشقی به زن و مرد است. عشق عاشقی به الله و رسول درست نیست. به الله و رسول محبت است، حب و دوست داشتن است. هر کسی بگه ما عاشق الله است، معاذ الله کافر بشه. عاشق الله چرا هستی؟ عاشق همسرت باش، عاشق زنت باش، عاشق الله شو نه. عاشق شما برین کلمه عشق جستجو بکنین. کلمه عشق درست نیست در اسلام. در اسلام کلمه محبت است، حب و دوست داشتن است.